ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك وابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا زار الله وابن زاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا
وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمباراة نبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من حین عداوتهم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. سلام و عرض ادب دارم خدمت برادران عزیزم در مهدیه جدید و تأسیس کالیفرنیا. انشالله که این جلسه یک جلسه ای باشه که در اون واقعا انسانهایی تربیت یافته بشند که در مسیر وجود نورانی و مبارک امام زمان هر لحظه اعمالشون و افعالشون نافع باشه. این جلساتی باشه که ما رو برای اقامه حق و اقامه عدل در زمین آماده کنه و ما رو مسبب در واقع احیای دین خودش خدا به واسطه این جلسات قرار بده. قرآن کریم در سوره مبارکه عصر خداوند قسم میخورد به یکی از عناصری که بشر هرچه تلاش میکنه و هرچه تلاش بکنه امکان نداره که بتونه بر اون غالب بشه و اون عنصر زمانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خداوند قسم یاد میکنه به عنصر زمان که پولدارترین انسانها، فقیرترین انسانها در برابر او به صورت عادلانه و به صورت مساوی تسلیمند. عنصر زمانی که کنترل اون و تسلط بر اون برای بشر ناممکنه و آرزوی محال دست نیافتنی است. عنصر زمانی که روزی برای انسان تولد رو به ارمغان میاره و روزی انسان رو رهسپار مرگ میکنه. عنصر زمان خیلی عنصر مهمیه. لذا خداوند قسم یاد میکند به زمانی که بشر هیچ تسلطی بر آن ندارد. بعد میفرماید که ان الانسان لفی خسر. بعد پرده برمیدارد از اینکه انسان‌ها همه در ضررن، همه در زیانن، همه در خسرانن، همه در حال دست و پا زدن در بیچارگی هاشون هستن، همه مشغول دویدن‌های باطلشون هستن، همه گرفتار نرسیدن ها هستن، همه گرفتار سقوط ها هستن، همه مشغول در واقع نیازهای اولیه‌ای هستن که به همون نیازها هم درست نمیرسن و به ظاهر اونها اگر برسند، اگر به ظاهر این نیازها دسترسی پیدا بکنن، باز هم به آرامش نمیرسند. قرآن میفرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر. به صورت مطلق انسان اصلا مدلش اینطوری است که لفی خسر است، قطعا در خسران است، قطعا داره مدام از دست میده. گفتش زندگی حکایت یخ فروشی است که بهش گفتن چی شد؟ گفت نخریدن تمام شد. ما جای شما خالی 40 کربلا بودیم و مرتب از این قالب‌های یخ بزرگ بود، اینو میپوشوندن که آب نشه و زیر یک پتوهایی میگذاشتند و زیر یک در واقع محافظهایی میگذاشتن که مدت بیشتری رو بمونه مثلا این یخ. ولی عاقبتش تمام شدن بود، عاقبتش از بین رفتن بود. قرآن کریم فرمود که ان الانسان لفی خسر. جای دیگه هم عبارتی مشابه این داریم که لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان اصلا در سختی آفریدیم، برخلاف تصور ما در غرب، برخلاف تصور ما در زندگی که در امریکا داریم که سختی مال بخشی از آدم هاست، گرفتاری مال بخشی از آدم هاست. اگر انسان به موفقیت هایی در زندگی دنیا دسترسی پیدا بکنه، اونم فقط با نگاه به دنیا، قطعاً از سختی ها عبور خواهد کرد، قطعاً به راحتی خواهد رسید، قطعاً به آرامش خواهد رسید، قطعاً از این حالت لفی خسر بیرون میاد. اما خداوند پرده برداری میکنه از فرمول خودش، میگه که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. غیر از کسانی که ایمان آوردند. بعدم نمیگه ایمان آوردند
به چی؟ ایمان خالی مثلا همین گفتن ما ایمان آوردیم به لسان و اینها، نه، این ایمان پشتوانه عملی داره، یعنی ایمان مسئولیت میاره. یعنی ایمان اگر که یک مدعایی باشه که پشتبندش عمل نباشه شکسته، بدبختیه. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هم ایمان دارن، هم در قبل ایمانشون عمل صالح، یعنی این ایمان تجلی عملی داره، اون هم در چی؟ در عمل صالح. عمل صالح چیه؟ عمل صالح رو بزرگان ما تعبیر میکنن بهش کار درست در زمان درست. کار درست در زمان درست. برخی بهش یه عنصر دیگه هم اضافه میکنن، میگن تحت هدایت امام. کار درست در زمان درست تحت هدایت امام. حالا اون عنصر سوم میشه در موردش بحث کرد، ولی مثلا شما برای نماز که همین نمازهای یومی که ما واجب هست، کار درسته، بله عمل واجب ماست باید انجام بدیم، خدا زمان هم گذاشته در زمان درست. اگر شد اول وقت، اگر نه انسان اختیاراً تأخیر نندازه، این میشه عمل صالح تو اون مقطع. ممکنه یه کاری پیش بیاد از این عمل هم در واقع زمان بندیش و خود نوع عمل درست‌تر باشه و زمانش درست‌تر باشه، اون میشه عمل صالح در واقع اون بستر زمانیش. لذا این مسئله خیلی مهمه که اگر انسان میخواهد نجات پیدا بکند از این خسرانی که خداوند گفته همه به صورت پیش‌ورز درش هستن، باید در به در دنبال عمل صالح باشه. مؤمن گم شدهش کشف وظیفه و کشف تکلیف و کشف عمل صالحشه. ان الذين آمنوا الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینها میبینید هم تواصی به حق میکنن، هم تواصی به صبر میکنن. صبر چیه؟ صبر سه نوعه. ما سه نوع صبر داریم. یک صبر بر طاعته، خب سخته، انسان خدا بهش دستور میده در واقع نماز بخون، روزه بگیر، خمستو بده، زکاتتو بده، پای حق بایست، سر صدا بکن، اگر جایی دیدی مظلومی داره در واقع از بین میره، حتی اگر به قیمت این باشه که خودت در خطر قرار بگیری، برای حق بایست. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، بر دشمن ظالم باش، دیار مظلوم باش. خب این خیلی سخته، هزینه داره. طاعت الهی صبر میطلبه. شما بخوای امر الهی رو گوش بدی بعض جاها سخته، با مذاق آدم خوش نمیاد، آدم مجبوره که در واقع صبوری بکنه. صبر نوع دوم صبر بر معصیته. بالاخره ما داریم توی جامعه های زندگی میکنیم که اسباب معصیت هم ازم فراهمه. خب من چیکار کنم؟ صبر کردن بر معصیت سخته، ولی خداوند میگه که این صبر رو باید داشته باشیم. صبر رو اگر در خودمون نهادینه بکنیم میتوانیم بقیه رو به مطلق صبر دعوت بکنیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. هم تواصی به حق میکنن، همدیگه رو به سمت حق دعوت میکنن، هم همدیگه رو به صبر دعوت میکنن. صبور باش عزیزم. و سوم، دو نوع صبر رو عرض کردیم، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، و سوم هم صبر بر مصیبات. صبر بر مصیبات خیلی مهمه. صبر بر مصیبت ها. صبر بر مصیبت یعنی چی؟ یعنی انسان از خدا بخواد تو دل مصیبت ها هم لسان شاکر داشته باشه، یعنی تو دل مصیبت ها هم زبانش به حمد الهی باز باشه. و بعضی اینطورن، میدیدید غرق در مشکلات، غرق در امتحان های سخت، غرق در ابتلاء. داریم تو روایات با این مضمون که کسی اگه مریض بشه شکوه ای نکنه، خداوند به او عرضم به خدمتتون که اجر 1 سال عبادت عطا میکنه. اگر مریض بشه شکوه ای نکنه، بشه کسی گلایه نکنه، یا آقا چطوری؟ الحمدلله، از درد داره پرپر میشه، فلان مشکل رو داره، خم به ابرو نمیاره. لذا توی نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام در صفات مؤمنین اینو میفرمایند که احزانهم خفیه، اینا غم و غصه هاشون خفیه، کسی غم و غصه اینها رو نمیبینه. پس 3 نوع صبر داریم که این صبرها رو اگر خودمون بهش مجهز نشیم نمیتوانیم دیگران رو هم در واقع مجهز به این صبر بکنیم. و سیری رو که سوره مبارکه عصر داره، ظاهرا مجهز شدن به این صبر منوط به داشتن توامان ایمان و عمل صالحه.
یعنی ما اگر میخوایم صبور بشیم باید اهل کشف عمل صالح باشیم، باید ایمان در وجودمون قوی بشه. عمل که بکنیم این عمل خودش کلاس آموزشیه. خیلی مواقع ما چیزهایی رو در وادی عمل یاد میگیریم، عمل خودش آموزنده است، که در وادی کلاسی و درسی و تلمس کردن و زانو زدن یاد نمیگیریم. خدا نمیاد به بچه 9 ساله بگه عزیز دلم دخترم برو اول 5 باید فلسفه حجاب پاس کن، بعد بیا امتحان فاینال بده، اگر نمره نصاب اووردی بعد مفتخر میشه که حجاب رو رعایت بکنی. با پسر نمیگه تو 13 14 15 سالگی حالا هر موقع که زودتر اتفاق بیفته تکلیف شدی اول برو فلسفه نماز رو بخون، فلسفه عبادات رو بخون، همه رو روزه رو فلسفهش رو بخون، بیا در فلان جا امتحان بده، اگر امتحان قبول شدی بهت واجب میشه. نه، میگه انجام بده تا فلسفهش رو یاد بگیری، انجام بده تا عقلانیتش برات واصل بشه، انجام بده تا به عمقش برسی. یا یه کسی توی 70 سال 60 سال زندگی مناسک رو انجام میده ولی هیچ وقت به عمقش نمیرسه. یا میبینید کسی تو همون نوجوانی سجادش میشه پروازش به عرش ذات اقدس اله. این نکات رو عرض کردم که یه چیز مهمتری رو بگم و اون این که در عالم دوستان بزرگوار عناصر زیادی هستند که از نظر کمی ظاهرشون یکیه ولی از نظر کیفی فرق میکنن. من 4 تا چیز به ذهنم رسید، الان ممکنه به ذهن شما برسه. یکیش همین عنصر زمانه که خداوند بهش قسم خورده. عنصر زمان از نظر کمی یکیه. 1 ثانیه امشب که شب جمعه است و شب رحمت خداست، شب زیارتی سید الشهدا است. البته داریم قبل از که آقا سید الشهدا در کربلا شهید بشن، اون زمانی که مدینه زندگی میکردن شبهای جمعه به زیارت قبر برادرشون امام مجتبی علیه السلام میرفتن. پس به این تعبیر شب زیارتی امام مجتبی علیه السلام هم هست. یه وقت شب جمعه است که داریم اهل بیت میگفتن ما به این شب امید رحمت و مغفرت الهی و اینها رو داریم. با به این شب جمعه که شب رحمته و شب مغفرت، دعای کامل خونده میشه، توسلی میشه، توجه میشه، بابش مفتوحه، یه باب ویژه‌ای رو خداوند باز میکنه. این 1 ثانیه با 1 ثانیه شنبه و 1 شنبه اینا فرقی نداره ولی کیفیتش فرق داره. شب قدر میشه، میفهمد لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یه شب قدره ولی این یه شب قدر از 1000 ماه بیشتره. این یه شب قدر از 1000 ماه بیشتره. خب 1 ثانیهش و 1 لحظهش قابل مقایسه با 1 لحظه دیگه دنیا و دیگه وقتهای دیگه سال ما نیست. یکی دیگه از عناصری که کمیاً یا کمیتاً اشتراک داره، فرق نمیکنه کمیتش ولی کیفیتش متفاوته، زمینه. 1 متر مربع، 1 اسکوئر فیت در لس آنجلس یا در سان فرانسیسکو یا در جای دیگه در تهران فرقی با 1 متر مربع یا 1 اسکوئر فیت در کربلا نداره. ولی یه جا میشود خاکش شفا، خاکش میشود تربت، تربتش میشود شفا، خاکی میشود که خلاصه عطر او و بوی او اهل بهشت رو مست میکنه. یک جا هم میشود جایی که خب خبری درش نیست. گفت در خلقتش زمین و مکانهای محترم بسیار آفرید ولی کربلا نشد. مکه میشه، حرم اهل بیت علیهم السلام میشه. زمینه زمینه، مقدارش یکیه ولی کیفیتش فرق میکنه. سومیش چیه؟ سومیش پوله. عنصر سومی که من داشتم فکر میکردم که کمیتش یکیه، $100 که تو جیب مؤمنه با $100 که تو جیب کافره کمیتش یکیه اما کیفیتش متفاوته. این مال حلاله، این رزق درسته، این پول با برکته. خیلی دنبال پول با برکت باشیم، از خدا بخوایم که مالمون برکت بده، مالمون مال مبارکی بشه. این اینطوریه. یه مالم میبینی که بی برکته، طرف هزاران هزار دلار در میاره آخرش هیچ خبری نیست. خدا نکرده مال میبینید حرامه، طرف پول در میاره آتش جهنم برای خودش درست میکنه. اینم توی حاشیه عرض بکنم، از رزق و رزقان داریم که رزق 2 نوعه. رزق یطلبک، رزقی که اون شما رو میخواد، یعنی خداوند روزیتون که نوشته برید هم مثل موشک کروز دنبالتون میکنه بهتون میرسه. و رزق تطلبه، یه روزی هم هست که
شما دنبالش میدوید. بعد جای دیگه داریم که رزق انسان از حلال و حرام یکیه. انسان خودش تصمیم میگیره که اون رزق حلال بهش برسه یا حرام بهش برسه. یعنی اون فلان آدمی که میره مثلا دزدی میکنه قرار بوده همین پول بهش حلال برسه، ولی او با معصیت رفته اینو به صورت حرام در آورده. لذا پول مقدارش یکی، کیفیتش متفاوت. و آخرینش اینه که عرض من امشب باشه و تمام، سرتون رو درد نیارم. میفرماید که چهارمین عنصری که یا چهارمین وجودی که کمیتش یکیه، یک انسانه، هر جای دنیا که باشه یک واحد انسانه. خب در ایران باشه، در افغانستان باشه، در آمریکا باشه، در هر جای دیگه دنیا باشه، ولی کیفیتش فرق میکنه. امیرالمومنین یه طرفم ناچیزهایی مثل بنده هستیم که داریم در قیامت. میگه فرماید که امیرالمومنین علیه السلام میزان الاعماله، یعنی عمل او اندکس اعمال دیگه است. عمل او رو خداوند میگذاره، عمل ما رو میذاره. نماز ما رو با نماز علی مقایسه میکنه، عبادت ما رو با عبادت او مقایسه میکنه. میگه حدی که انسان میتوانست برسه حد عالی این است، شما چقدر فاصله داری؟ لذاست که باید دعا کنیم بگیم خدای ما رو با رحمت خودت با ما تا کن. ما رو اگه بخوای با عدالتت با همون تا کنی بیچاره میشیم. توی دعاها داریم امام سجاد علیه السلام میفهمن و عدلک مهلکی، اصلا خود عدل پروردگار مهلک ما میتونه باشه. به خاطر اینکه خدا بخواد مو رو از ماست بکشه بیچاره میشیم. خدا اگر بخواد حساب رسی بکنه با اون کیفیت، واقعا کی میتونه رد شه، کی میتونه عبور بکنه، کی میتونه پاسخ بده؟ این 4 تاست. لذا ما باید دغدغه داشته باشیم کیفیت وجودی خودمون رو بالا ببریم. چنین دغدغه‌ای رو اگر نداشته باشیم یعنی قطعا در خسرانیم. خود دغدغه این که انسان از نظر کیفی بالا برود خودش یک عمل صالحه. خود این یک عمل صالحه. لذا تو اون لحظات آخر امام حسن مجتبی، چون ایام شهادتشون هم هست، منم عرض گریزی داشته باشم به روزه و عرضم تمام. جناده از اصحاب حضرته، میگه که رفتم بر بالین حضرت و دیدم که مقابل ایشون یه دونه یه تشتی هست و اینها، و آقا خیلی حالشون بده. میگه بر مجلس وارد شدم دیدم که خون تو این تشت بالا میارن از اثر سمی که چیز شد و اینها. گفتم آقا جان چرا خودتون درمان نمی کنین؟ گفتن یا جناده به مازا اعالج الموت، با چی میشه مرگ رو درمان کرد؟ من گفت اینو که شنیدم فهمیدم که کار جدیه. لذا گفته بوده زیر لب جناده که انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه که آقا امام مجتبی یه نگاهی به ما کرد، گفتش که ما عهدی با پیغمبر با خدا داشتیم و هم پیامبر اکرم هم تک تک ما که از این دنیا نریم الا مسمومون و مقتولون، که از دنیا ما منا الا مسمومون او مقتولون. اصلا قرار نیست ما اینجا مرگ طبیعی بریم، هممون شهید میشیم. حالا یا مسموم میشیم یا مقتول میشیم، یا به خلاصه سم از دنیا میریم یا شهید میشیم به شمشیر. ثم رفعت تشت و بکا. آقا میگه این تشت بالا و شروع کرد صلوات الله علیه گریه کردن. میگه که به من نگاهی کرد و من از این وقت استفاده کردم. گفتم یا امام مجتبی اذنی، حالا ما اگر بودیم تو این لحظه سری میذاشتیم فرار میکردیم. وجود امام رحمت واسعه خداست. تا آخرین لحظه میخواد آدم نجات بده، تا آخرین لحظه آدم میخواد بیدار بکنه. قربون سید الشهدا برم. میگه تو اون لحظات آخر چندین نفر رفتن کارو تمام بکنن، اومدن بیرون ظاهرا آقا بهشون میگفته تو چرا میخوای خودتو بدبخت کنی؟ تو چرا میخوای این کارو بکنی؟ حرف مولا به جلدشون اثر میذاشته، بلند میشدن میرفتن. مولا که از شهادت ترس نداشتن، که مولا میخواستن این واقعا خودشو بدبخت نکنه، این گناه بزرگترین گناه اولین و آخرین به گردن این نیفته. حالا آقا ما مجتبی هم همینه، تا اون لحظه آخر میخوان دستگیری بکنن. آقا میفهمن که قالت فقلت له اذنی یا رسول الله یا ابن رسول الله. یه گفتم آقا جون اگه میشه من نصیحتی یه موعظه‌ای بکنم. حالا تو اون لحظاتی که آقا دارن نفسای آخر رو میکشن، میگه آقا فرمودن نعم باشه اشکالی نداره، استعد لسفرک، جناده آماده سفر شو. سفر اصلی تو راهه، دنیا تو رو مشغولت کرده، گرفتارت کرده. و حسل زاده که قبل حلول اجلک، توشه چینی بکن تو این سفر 40 رفقا. ایشالله نصیبتون بشه اونهایی که
شده مجددا، اونایی که نشده ایشالله به زودی نصیبتون بشه. منم ببخشید این شرایطی که اینجا هست شرایط توی فرودگاه، من از اربعین آمدم و الانم عازم مقصد دیگه برای ایام 28 سفر هستم. و آقا اینجا میفرمایند که توشه مرتبی بردارا. تو سفر اربعین اونایی که توشه سنگین و به درد نخور برداشتن وسطای جاده مجبورن وسایلشون بزنن دور، وسایلشون بزنن کنار، چون نمیشه سنگین باری، نمیشه کارو ببرن جلو. خوشبال اونا که سبک بارن، چیز مفید گذاشته تو توشش. آقا میگه یه سفر خیلی مهمی داری که ابدیت توست و برای ابدیت حاصل زادک. این خلاصه توشه و اینها رو جمع بکن اینا. و مبادا قبل حلول اجلک، چون وقتی که عجلت برسه، تازه از کلمه حلول هم استفاده میکنن، یهو میاد عجل انسان، یهو میاد. فرماید که قبل حلول اجلک زاد و توشت رو جمع بکن، چون اون موقع دیگه دستت بسته میشه. بعد میفهمن که بعلم انک تطلب الدنیا، آقای جناده بدون تو دنیا رو طلب میکنی و الموت یطلب، در حالی که مرگ هم تو رو طلب میکنه. ولا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیه. واقعا گریه داره. آقا تو اون لحظات دست اینو میگیرن میبرن در ملکات سیرش میدن، میگن آقای جناده قصه روزی که تو این دنیا نیامده رو نخور و اونو روی روزی که در واقع درش زندگی میکنی و با قصه روز آینده که هنوز نیامده خرابش نکن. ما تو آمریکا زندگی همون اینطوریه، مدام نگران سال بعد و ماه بعد و هفته بعد و ببینیم چیکار کنیم، بعدش ببینیم چی میشه. اینطوری داریم زندگی میبریم جلو و قصه روزی رو میخونیم که هنوز نیامده. بابا تو همین حال زندگی کن، تو همین حال بندگی خدا رو بکن، میاد فردا هم خدا بزرگه، فردا هم درست میشه. و آخرش وعلم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک، بدون اون چیزی که از مال دنیا میتونی بیشتر از اون توانی که داری نمیتونی کسب بکنی، بیشتر از اون که روزیت هست نمیتونید کسب بکنی، الا کنت فیه خازنا لغیرک، الا اینکه اینو در واقع سیوش میکنی برای دیگران. یعنی تو میدوی جمع میکنی، سرم میذاری زمین، بقیه میان میخورن، کیفش هم میکنن، یادی هم از آدم نمیکنن. روایت طولانیه، حالا یه وقتی اگر شد جلسه دومی با هم بودیم من به روایت اشاره میکنم مفصلتر. اینجا رو میخواستم عرضمو تمام بکنم. آقا میفهمن وعلم ان فی حلالها حساب. آقای جناده بدون تو حلال دنیا حساب کتابه، نگو چون حلال هر جوری اسراف خواستم میکنم، هر کاری دلم خواست میکنم. و فی حرامها عقاب، اگه حلال باشه که حساب کتاب داره، اگه حرام باشه که عقاب و عذاب و بدبختی داره. و فی الشبهات عتاب، توی در واقع مال شبهه دار و کارهای شبهه ناک و اینها هم عتاب الهی وجود داره. در مورد حلال ها حساب یه خوابی از آست احمد آقا الان به ذهن من اومد. آست احمد آقای خمینی تو روزهای آخر عمرشون میفهمونه که من از امام خواب دیدم. یه جمعی بودن، یکی از اعضایی که تو اون جمع بود برای خودم مستقیما نقل کرد. میگه امام به من گفت آست احمد آقا خیلی اینجا حساب کتاب سخته. امام خمینی میفهمد که احمد آقا بدون اینجا خیلی سخته. این یه دستی که من بالا آوردم تو جماران تکون دادم از من سوال کردن، خیلی سخت بود. ما گذشتیم ولی خیلی سخت بود. خدا کمک بکنه. بعد به احمد آقا میگن که این 53 سال زندگی دنیا ارزش نداره، که ظاهرا است احمد آقای خمینی هم همون عددیو که امام تو خواب میگن عمر میکنه. این مقداری که تو دنیا هست، عمری که تو دنیا هست ارزش رو نداره که آدم هر کاری بکنه. عرضم تمام. امام دستورات دیگه ای رو هم به جناده دادن که اگر خواستید بعداً برید روایتشو ببینید، بنویسید سفارشات امام مجتبی به جناده در آخر عمرشون. این حدیث ارزش حفظ کردن داره. تمام کلام‌های اهل بیت خیلی خوب آدم حفظ کنه، ولی این روایت از این دست خیلی به زندگی آدم خط دهی میکنه و جهت دهی میکنه. آقا جون دلم گرفته مثل آسمون پاییز، میدونم مرغ دلم دوباره کرده با خودم یه نظری کردم که اگه تو رو ببینم
جونمو بدم براتون گل زهرا گل زهرا گل زهرا گل چه خوبه خونه قلبم بشه جای تو همیشه حق کنی رو صفحه نقش روی دلرباتو چی میشه روی راه تو ببینم یا که بشنوم صدات یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین جان یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا تو دیوان کرده عالم را حدیث عشق تو دیوان کرده عالم را به خون نشانده دل دومان آدم را به خون نشانده دل دومان آدم را همه تو محبت که بیاز در دل من همه تو محبت که بیاز در دل من بمیرم سرور بهشت این غم را بمیرم سرور بهشت این غم را سالار زینب حسین سار الله 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 غبار ماتم تو آبرو به من بخشی به عالمی ندهم این غبار ماتم را به عالمی ندهم این غبار ماتم را اگر بنا دمی بی تو بگذرد عمرم هزار بار بمیرم نبینم آن دم را هزار بار بمیرم نبینم آن دم را سالار زینب حسین سار الله سالار زینب حسین سار الله سالار
زینب حسین سار الله سالار زینب حسین سار الله گدای دولتش رنگ فرد بسیارست گدای دولتش رنگ فرد بسیارست گدای دولتش و گدای درهم را گدای دولتش و گدای درهم را به نیمت عشق محبتت بدم به نیمت عشق محبتت بدم اگر دهم به دستم تمام عالم را اگر دهم به دستم تمام عالم را سالار زینب حسین سار الله 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 نشست تخت سلیمان خون چو یادآور نشست تخت سلیمان خون چو یادآور حدیث قتلگه ساربان خاتم را حدیث قتلگه ساربان خاتم را هوا نبود که امت سر بریدن تو هوا نبود که امت سر بریدن تو دهد اجر رسالت سخن خاتم را دهد اجر رسالت رسول خاتم را سالار زینب حسین سار الله سالار زینب حسین سار الله منو بزن منو بسوزون تنم توی قبر بلرزون ولی نگو به جون زهرا دیگه نگم بیا بگو آتیش میگم باشه بگو دوزخ میگم میرم نگو دستت حسین بردار بدون عشق میمیرم فرشته حساب کتابم اون روزی که تو قبر میخوابم بیا بپرس تا که ببینی عاشقم و حاضر جوابم بگو مادر میگم زهرا بگو بابات میگم حیدر بگو عشقت میگم ارباب بگو شغلت میگم نوکر بگو شغلت میگم نوکر وای کربلا هوای عاشقی هوای خوب زندگی هوای کربلا
حسین آقا حسین آقا ماشاءالله کربلا بگید حسین آقا حسین آقا هوای کربلا هوای دلبر شب حرم چه محشر هوای کربلا هوای خونم و علت جنونم حسین دست خیر همیشه بوسم امیر محترم بدار میخری حسین همین باورم به داد من برس تو روز محشر تو روز محشر حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا هوای کربلا هوای گریم فراق تا مرگم هوای کربلا هوای خاصیه دوا تو دست ساقیه حسین باقر حاجات طبیب کربلا عموی با وفا به لشکر حرم شدی تو صاحب اللوا به قلب زار ما نظر نما تو ساقیا نظر نما تو ساقیا عموی با وفا عموی با وفا عموی با وفا سلام الله علیک شب سلام عطر سینه پر کرده مشام من میگم نوست دارم تو میگی من نوکرم من نوشتم دلتکم تو نوشتی ما بشم تو نوشتی ما بشم هر دفعه کربلا با دل رفتم اول پیش ابوالفاضل رفتم دور حرم تو گریه کردم بعد از بابالقبله داخل رفتم بعد از بابالقبله داخل رفتم قلبم آروم میگیره
نداری روزگارم بی کربلا بگذره نداری روزگارم بی کربلا بگذره سفر آخرتم چشمش به این سفره چشمش به این سفره به همین کربلا دل بستم به همین کربلا دل بستم بیشتر به طلب خالی دستم بیشتر به طلب خالی دستم روغای واسطم باشه خوبه روغایت واسطم باشه خوبه که بگی 40 منم هستم که بگی 40 منم هستم قلبم آروم میگیره با حسین قلبم آروم میگیره با حسین صلی الله علیک یا حسین صلی الله علیک یا حسین بی تو محکوم دردی بی تو محکوم دردی رو به کربلا کردی همه از حسین به حسین برمیگردی نذاری روزگارم بی کربلا بگذره سفر آخرتم چشمش به این سفره چشمش به این سفره صلی الله علیک یا حسین عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من عبدالله خودت
یادم نمیرود که همه عزتم تویی من پای سفره تو شدم محترم حسین من پای سفره تو شدم محترم حسین لطفی که کرده ای به دلم مادرم نکرد ای مهربان زرز پدر و مادرم حسین ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم العز وجل المكرم بحق امام زماننا ودم المنصور رحمة يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا